است. مجبور دیگه روسیه نگران نداره می افغانستان. از افغانستان باید از پشتونستان و بلوچستان که شود ایجا خود برسنه. همونطور یا نیست؟ ببید افغانستان پیش از این که دیگه مکتبا گپه باشه در لیسه خوشحال خان، در لیسه رحمان بابا، هر دوش از امیج است نه؟ مردم بلوچ پشتونستان هستند و مردم پکتیا و جنوب هستند. همونی است که اولین بار کتابای پشتوی کمونیستی داده میشه. و شما از نقطه نظر ترکیب اقوام در افغانستان بفهمید که قومای افغانی ما و شما دو مردم هستند. یکیش گلزی میگن و دیگهش درانی. این بلد هسته؟ یکیش چی میگن؟ گلزی. و دیگهش چی میگن؟ درانی. قنداریا کلش درانی هستند. مردم پکتیا قسمت غزبی او طرف پایان یا کلش مردم چیستن؟ گلزی هستند. درانی ها که ظاهرشاه و محمدزایی در قدرت است. گلزی ها که ترکی و حفیظ الله امین و کی در قدرت نیست. و راه رسیدن به پاکستان و به آب گرم از طریق گلزی است. از طریق کی است؟ اینجاست که اولین بار کتابای کمونیستی که میاد افغانستان در بین پشتونستان در اون طرف سرحد در پکتیا در اینجا پخش میشه. تو نمیبینی که قوی ترین کمونیست های ما و شما از خوست جنوبی است. این تصادفی نیست. این طبق یک نقشه و برنامه است که اول سر خوست کار کردن، اول سر پکتیا کار میکنن، دو مکتب جور میکنن خوشحال خان رحمان بابا، هر دوش لیلیه. در دیگه مکاتب افکار کمونیستی و پخش نشده بود که در رحمان بابا و خوشحال خان اکثر کمونیست شدن. امروز یعنی مثل جنرالی که تو میبینی وطنجا دگانه بگیریم پشت گلابزوی، پشتش بیبی که دیگه، پشتش کنای، کل امی جنرالای شناخته شده کمونیست های دو آتش هستن نیستن. اکثر مکتب لیسه و مکتب خوشحال خان رحمان بابا و به یا روسا چانس داده بودن که هر کس که مکتب رحمان بابا و روسی چی را میخوانه؟ خوشحال خانه. اگر به دیگه مکتبا 2 بورس روسیه بود، بعد خوشحال خان رحمان بابا 20 بورس روسیه که از روسیه برن پیش تربیه شوانه دیانده میشه. و اما در دو طرف سرحد آن جور کرد اجمل خطر، آن جور کرد ولی خان، آن جور کرد دیگه که کل از او با کمونیست های افغانستان یک چیز. در پولی فکر کمونیستی فکر پشتونیزم هم نکرد که ما پشتونستان میخوایم و به این ترتیب بتانه که از اینجا زودتر نفوذ کنه بیایده میشه. و روی همین فکر ندیدی که اولین بار که کودتا میکنه روسا در اصل قدرت کی نمیاره؟ یا گلزه از اون درانی انتقال میکنه. کی رو میاره؟ یا گلزه. نور محمد ترکیست. ترکی رو نمیاره دقل چی است؟ یا گلزه. پشت سرش حفیظ الله امین. اون کی است؟ یا گلزه. پشت سرش که ببرک میه از دیگه جای و آخرش باز که میه نجیب یا گلزه. انشاءالله تشریح کردم. آروزی که روسا از افغانستان میرفتن کس شاید تو فکر میکرد که گپ همون سادگی است. در حالی که از روزی که میرفتن روسا به این فکر بودن که باید گلزایا در روی قدرت باشه و این مردم است که به نفع روسیه کار میکنن و از این طریق است که ما به اهداف خود در اینجا رسیدن میکنم. انشاءالله تشریح کردم. میبینید و امریکا به این که جلوگیری کنه. این چی بکنه؟ جلوگیری کنه. بهتن روی از یک کمربند انداخته. نمیره کمه. اینجا ترکیه، اینجا ایران، اینجا پاکستان، اینجا کم دیگه، اینجا ویتنام، کل از این یک کمربند انداخته. چی از این بالا پایین نبره. از بالا چی نبره؟ پایین. انشاءالله تشریح شد. این پایگاه ببینید در ژاپن پایگاهش هست، در کره هست، در ویتنام چقدر امریکا تلفات داد جنگ کرد، اما قسم برما، اما قسم طور مثال نمیایه ایجا اندونزی و ایگپا، پاکستان، ایران، ترکیه، کلش در یک پیمان آورده بود. ادام روی از یک کمربند پرتکی پایین. روسا با همی که می کمربند بشکنانن، بتانند پیش برن، در وقتی که در ایران و طرفان نتانستن، اولین بار توسط داوود یک کودتا ایجاد. یک قدم. بعد از کسب کمونیست یک جای میرسد. کودتایی که داوود بعد که داوود دیگه کافی است در حد غلزایا را قوی ساخته داوود پس میکنه نور محمد ترکی میکنه. اونجاست که دیگه باقی باید نال قدم های دوم برداره و طرف پایین. انشاءالله تشریح کردم.
مگر این اقدام روسیه که میخواه اینطور بیایه وقتی کیجه بیایه میفهمی که اگر این سرک وصل کنه پشتونستان تجزیه بکنه و برسانه خود در بحر در ایجا عربستان سعودی وزش چه رقم میشه. این مثال کسی دیگه او خطر کرده نمیتونه. ما و شما که در این جنگا تجربه داریم درک میکنیم. من شما یک مثال بود. شما مثلا این فکر بکنین که احزاب مختلف وجود داره طور مثال در خالیداست. احزاب مختلف در کجا وجود داره؟ در خالیداست. حزب جمعیت از حرکت سیاسی نیست. ما در قندوز یک دفعه یک منطقه شه ما و شما در دره خیله و بریم مثل که رفتیم دره خیله و بگیریم یک منطقه قوی نظامی جور کنیم. قوی چی جور کنیم؟ نظام. چه فکر میکنیم؟ امون جمعیت های ضعیف ما که اموجا بوده دیگه حرکت و حزب اسلامی جرأت حمله را سر از او داره؟ نفس خود حضور ما و شما در اوجا میفهمی چقدر تاثیر میکنه؟ مجبور است که اشکمش بیا دیگه با ما و شما یک کمی گپ بزن. مجبور است که خانواده بیا با ما و تو گپ بزن. در حالی که اگه ما در پنشیر بودیم گپ نبود تو را. وقتی که اوجا رفتیم گپ تغییر کرد. انشاءالله تشریح کرده. طور مثال ما و شما مال گروپ های پراگنده داریم در شمال کابل. اگه حزب اسلامی بیاید در شکردره یک پایگاه قوی بسازه و 5-10 دانه کنده که خودم اونجا جابجا کنه جمعیتی های ما و شما که هر چی که بگوییمش مجبور نیستن کوتره در کمی نرمش نشان بدن. وقتی که روسیه به اینجا برسه دیگه سعودی دیگه نمیتونه که روسیه را نادیده بگیره. صدها کشتیش که دم رویش است او نمیتونه که در اونجا طور مثال نگاهش نادیده بگیره. بگو اینا بگوی زیر چیش میره؟ زیر تأثیر. انشاءالله تشریح کرده. و اونجا بود که روسا میخواستن که با اینجا آمدن همه منطقه را زیر دست کنن. خصوصا که اینی را شاخ افریقا میگن این در دستشان این در دستشان و این هم این تو معاصره یکی از پلانهای برژنیف بود که شرق میانه را از بالا از افغانستان بیاید ایج سوریه از پایین توسط اینی کشورها معاصره کنه. انشاءالله تشریح کرد. یعنی اینجا است که لشکرکشی به افغانستان روی این فکر شروع میشه و افغانستان وقتی که افغانستان میره که دیگه برو این طرف دیگه که اونمو رقابت از امریکا در یک جای میره روسیه در یک جای. وقتی که دیگه افغانستان میره در حالتی است که دیگه همه دنیا تا اون وقت فکرش همی بود که کمونیسم چیزی شکست ناپذیر است. ایدئولوژی کمونیسم چیزی است که امروز فردا جهان میگیره. ما و شما که کم یا زیاد بفهمیدیم چقدر کمونیسم دین داشت. کمونیستا با همی شعارهای خود که شکست ناپذیر است برگشت ناپذیر است تو بگو اینا با این سوسیالیسم دنیا را میگیره. این جبر تاریخ است. راست نقطه نظر فکری سر ما و شما تاثیر میده. دیگه شما خواسته باشه نخواسته باشه ما آمده نیستیم. در 12 سال پیش از هجوم در افغانستان همه یک حالت هجومی نداشت. کسی جرأت نکرد که روسیه را بگه که روسیه کشور پسمانده است یا یک روز از گشنگی خاک ماند. یک روزی مجبور شلغم کچالو از ایتالیا گدایی کنه. اصلا این فکر وجود نداشت. از نقطه نظر نظامی در رأس مردمش آدم فکر میکرد که جنتی که در آخرت وعده دادن کمترش در دنیا در روسیه همیشه وجود داره. از نقطه نظر فکریانه به مترتیب در نظامی ویتنام میگه بارم امریکا رو شکست داد. لاوس، کمبودیا و ویتنام کل کمونیست شدن رفتن و تمام قدرت در دستش. در حالت روسیه قرار داشت که غرب در حالت دفاعی غرب در حالت چی؟ دفاعی و روسیه در حالت تعجب. اما از نقطه نظر فکری اما از نقطه نظر نظامی از هر نقطه نظر در حالت چی بود؟ در حالت وجود. انشاءالله تشریح کرده. و به این ترتیب اولین بار میاد افغانستان و این کشوران در قولی دیگه کشورها رو خوب قبلا اشغال کرده بود. در افغانستان میاد که باز پلان خود دوام بده و پایین. بعد در افغانستان چی میشه و چطور چرخش میره و بخیر یک دفعه تفریح کنین پس سر کشیشتیم با تشریح دوام. خسته نشده باشید. انشاءالله در جایی که مسائلی که تشریح کردم کس سوال داره بدون سوال مالی سرش تو باقی ما خب کمونیسته گفتیم و این طرف مسئله امریکا را گفتیم فرض کارشان را گفتیم که در کشورهای جهان سوم کمتر قسمت افغانستان تشریح کردیم که در افغانستان چه رقم بود و اول این را برفان گفتیم بازم تکرار میکنیم که پلان روسا آمدن خود در آبهای گرم و محاصره کردن عربستان سعودی خود لیتی کزیر است.
و امریکا رو تشریح کردم که بفهمید که خبربند هست در تاپایی که نباید کرد و به این ترتیب شما میبینید که یا سبب اهداف خود چطور کشورها و مملکتها و ملتها و دین و مذهب و عنعنات همه چیز مردم عالی دست خود جور چطور عالی سالپیری خود جور میکنه همه چیز در پیش از او نه انسان از این مردم ارزش داره نه دینش ارزش داره نه مذهبش ارزش داره نه اقتصادش که خراب شود نه که دنیا طرف فقر بره هیچ چیز برایشان ارزش نداره همه چیز عالی دستشان عالی بازیشان عمده پیششان رسیدن به اهداف و از هم که در بین الملل افغانستان اصل و در افغانستان گفتیم که زمانی که کشمکش ها شروع شد و مسئله پشتونستان شروع میتن مسئله آب هلمند شروع میتن وقتی که مسئله روسا داغ میسازه اولین بار شروع میکنیم اولین بار چطور افغانستان از نقطه نظر سیاسی و همسایه‌اش دشمن شد میارن اینجا با ایران قدش میکنن اینجا میارن با پاکستان قدش میکنن دو همسایه مسلمان که داره وارده همسایه مسلمان از نقطه نظر مسائل کم زیادی که مفهوم داره یا مفهوم نداره ایره در جنگ رو زمانی که در جنگ رو برون میکنن داود چاره نمیافن حالت قسم میبره که برای دیگه دست دراز کنه طرف روسیه زمانی که میخواه که طرف روسیه دست دراز کنه از روسیه تانک و توپی گپا بگیره شروع میشه پیش از اون روس‌ها در افغانستان حزب دموکراتیک خلق هسته‌اش تأسیس کردن تعدادی را جمع کردن این دیگه داستاناش شما باید در کتاب‌های تاریخ بخوانید که فرصت از این گپا نیست که این حزب تو جور شد و چی ترتیب جور شد این را توسط چند نفر زن روس‌ها چه رقم در افغانستان پایه‌گذاری کرد و چطور این زنایی که در افغانستان بود یک زن و چند تا دختر که داشت این چی کار میکردن و چطور صاحب منصب‌ها را جمع میکردن چطور خود کلان میساختن و در ارتباط با سفارت روسیه چی گپا بود از حوصله مجلس دور شروع کردن حزب دموکراتیک خلق و این حزب فوراً آستایی که هستا که جور میشه با داود به تماس میشه ارتباطات جور میشه انکشاف میشه زمانی که انکشاف کردن ببینید خودش از برنامه غیر منسلک و بی‌طرف خود با خود تحت تاثیر روسا قرار داود 111 نفر امروز رئیس جمهور هم نشد وقتی که از دیگه روسیه داخل میشه اولین بار که داخل میشه دیگه به افغانستان شروع میکنن عسکری برید بین در روسیه داشت گروه بچه ادراکی که نه دنیا را دیده و نه چیزی را خبر است نه از اسلام خود دقیق فهمیده جز اسلام سنتی که در خانه خود یاد گرفته و از ملایمان منطقی خود دیگه از دنیا بی‌خبر است از افغانستان شروع میشه طرف روسیه بیا به نام نظامی بیا به نام انجینیر بیا به نام مهندس بیا به نام دکتر دیگه حرکت نمیکنه وقتی که میرن در پانتونا فورا این دیگه بیچاره در خانه خود جز دال و تلخان و چیز بالاتر چیز ندیده در کابل هم جز توهین و تحقیر و بچه لیلیه جز بسیاره یک جوره بود و یک جوره کالایی که برش دولت میداد بالاتر چیز ندیده از اسلام هم جز نمی که کلمه و نماز بالاتر گفت نمیفهمه که اصلا اسلام نظامی است که باید همه اجتماع را اداره بکنه از گذشتای خودم غیر دیگه عبدالغزا خواندم فهمیدی و در پاولیش و نمو دیگه پشت کوی قاف رفتم مثل داستانهای ساختگی تا غلط و دروغی اصلا از گذشته اسلام از عظمت اسلام هیچ خبر نداره بدون کل معلوماتش در ارتباط با مسائل دیگه اسلام بسیار مختصر سیرت پیغمبر شد بسیار که در پاولیش از جهاد ایگپا جز نام حضرت خالد شنیده و عبدالغزا و دیگه گپا بلد یاد نداره نفس درست و در مسائل اسلامی از این که در برابر این فکرهای علم الهدانه اسلام چی منطق داره و چی دلیل هیچ دفعه بلد نیست این نفری که بیچاره همه قدر با فکر دانش کم یک دفعه روسیه در روسیه که میره ایجا نظام و ایجا است که به این داشت داده میشه فلسفه حزب کمونیستی و فلسفه تاریخ و دیگه اقتصاد و این پیشرفت دیگه عقب ماندگی خود در کشور میبینه پیشرفت در ایجا میبینه پیش آمده میبینه آزادی را میبینه شراب زن میبینه جوان هم است مفکوره دیگه هم نداره این که راگم نشه که راگم نشه فورا عقیده شد تغییر و این تو فکر میکنه که همه این نابسامانی ها مجرمش کی بوده؟ اسلام است که ما را در منطقه بسته اسلام است که نمی تو حالت آورده ما را هر روز که اسلام به ما نه توپ جور کردن نه تیاره جور کردن و چی بکنم دیگر روزی کتابای زده این مردم مسایی کن دیگر مذهب و دین و فکرشانه که از این توپ جور شده تیاره جور شده ای شده علت پسمانی که من تانستیم همون است این خبر نه که گپ این رقم نیست گپ چیزی بود
گروپ میرن و در افغانستان تمام سلاح شکسته و ریخته روسیه نه در افغانستان. از نقطه نظر نظامی ترک ها که قبلا درس میدادن از افغانستان خارج میشن، تشکیل اردو، سلاح اردو، تربیه سید منصب همه تا دست کی میفته؟ تا دست و تا دست روس. از نقطه نظر اقتصادی روسا برای شروع میکنن که تو چیزی رو داری که بری از پاکستانی رو بخری از این همه برد تراکتور این بلدوزر این همه برد گندم کمپوتری ما برد رایی میکنن، روغن میگیری ما برد از تاجیکستان میکنن، ارتباطات اقتصادی یک دو چهار فابریکا جور میکنی نه ما برد جور سرک جور میکنی ما برد جور امریکایی را نمو یک پیشان توشی فرانسوی را نمو او را نمو آرام از نقطه نظر اقتصادی هم وابسته بشه. نظامی وابسته شد، اقتصادی وابسته شد، حزبی هم جور کرده، افراد هم در روسیه کمونیست تربیه کرده و کار شد. دیگه به این ترتیب اقتصادی را گرفته میمان یک مسئله سیاسی. در مسئله سیاسی هم افغانستان ابدا جرأت نکرده در زمان ظاهر شاه که یک رای خلاف روسا بود. هرچی که روسا اشاره کنه سفیر روس نماینده روس در ملل متحد همون موقع در افغانستان هرچی که سفیر روس اشاره کنه ظاهر شاه موقع این جرأت نداره که گفته بکنه. شما ببینید که یک زمان ژاپنیا و یا فرانسویا اون اهداف استعماری خود داشتن، میخوایم دنگ نفت شمال اوها بکشن، وقتی که بکشن روسا یک اخطار نازک بود این در زمان هاشم خان که غربی ها را نمونده سرحد ما، این سرحد ما به امن بشه اوها را جواب وکلای دوره 13 یا چند دست فراموش کرده یا میخیزن در برابر هاشم خان که سر می خارجی های دیگه میامن می نفت میکشه چرا قبول نکرد؟ هاشم خان دیگه چیزی نمیبینه فقط همه معلوم است که حکومت افغانستان دیگه حکومتی نبوده که در دست خودش حکومت است وابسته از خود هیچ اختیار نداره. حتی روزی که کمونیستا قدرت گرفته میرن بیرقای سرخ بالا میشه و میاین دیگه به پیغمبر خدا توهین شروع میکنن. وقتی که میخواه که اندک کمونیستا را فشار بده سفیر روسیه که چیزی نکشه سر ظاهر خان دیگه قدرت مقام یک رژیم پوشوری وابسته است. همه چیزی که در دست روسیه است او اصلا اختیاری نداره، همه چیز در دست روسیه است. اقتصاد، نظام، کار سیاست خارجی دیگر حزبم در داخل جور کرده و این سیری است که پیش میآید و این کشور طرف تباهی میبره و میره که روسا طرف به اهداف خود برسن و هیچ کس جرأت نداره در این کشور که در برابر از یک میگو یک میگو چند کس گفته نمیتونه در برابر است. انشاءالله تشریح کرده اونجاست که روسا فقط بدون مقاومت کودتای اولی خود میکنه، داود من حیث یک پل جور میکنه، در کودتای اول خود که تیر میشن بعد کودتای دوم خود ترکی میرن و راست میرن نفر خود در برابرش میشن دیگه کس نیست که در برابرشن اعتراض کنه بگه. انشاءالله تشریح کرده این مسئله افغانستان در این قسمت میمانی. یک دفعه پس سر جهان سیوم بینید که مولوی صاحب گفته بود پس سر افغانستان در جهان سیوم در گذشته ها پیش از اینکه روسیه به این قدرت برسه و کمونیستا به این قدرت برسه شما میفهمیم که جز یک کشور یا نیم کشور اسلامی که در دست اون کشورهای مسلمان موتو تمام کشور مسلمان موتو این همه قدر میلیون مسلمانی که وجود داشت یا در دست فرانسه بود یا در دست انگلیس یا زیر تاثیر از او بود یا زیر تاثیر از او مستقیم یا غیر مستقیم. کمتر کشورها را در شمال روسا گرفته بود، گاه کرمانشاه نبود خود هزارا بود دیگه کشورها را خودش یک کشور بود. افغانستان هم که بود تو استقلالی نداشت. امیر عبدالرحمن خان خود دیده بده که جیره میدادش چیز انگلیس این را به نام امیر که در ایجا بود این خودش پادشاهی دعوا نداشت، نماینده بود از طرف وایسرای هند ایجا من از یک نماینده رایی بود و این را سالانه چند رفعه برش میده که این معاشی که دیگه تو در برابر روسا هموجه باش. انشاءالله تشریح کرده تمام از این کشورهای جهان اسلام تحت تاثیر انگلستان تحت تاثیر الجزایر زیر دست فرانسه در پولوی الجزایر این دیگر نه تونس زیر دست فرانسه، لیبی زیر دست ایتالیا، مصر زیر دست انگلیس، همین قسم تمام از این کسایی کنی سوریه فرانسه دیگه شون عراق انگلیس، سعودی انگلیس، این کشورهای دیگه خلیج زیر دست انگلیس، پاکستان و هندوستان زیر دست انگلیس، کلش زیر یا دست از روس یا زیر دست
و در برابر ازیا همه قدر استعمالی که در ایجا آمده از طرف مسلمانان وقت ناوقت یک شورش بود، مثل که در افغانستان جنگایی بود که ما نمیخواهیم تسلط انگلیس، مگر در هر جا این شورش ها توسط کی سرکوب شده؟ توسط حکومتایی که در رأس. حکومتی که در رأس نماینده انگلیس وابسته به او، خودش ابا و قبا و ریش، به زن خودش آن امیر مومنین، نامش عبدالرحمن خان یا حبیب الله خان، وظیفهش عیاشی، و هر دفعه که ملت بخواهد که خود از زیر ظلم کمونیسم استعمار انگلیس نجات بده، توسط خود حکومت فرد بسید. شما خبر دارید که در جنگ اول افغان انگلیس دوم میگه پای ازی که زمانی که انگلیس ها شکست میخورن، یک تعداد مردمی که مبارز مجاهد بوده مثل ملا مشکالم که کلمه که بیرق جهاد بالا کرد، میر مسجدی خان در شمالی، همینطور مردم دیگه تو که اونم ملا مشکالم کلان عالم، زمانی که باسمیان یا انگلیس شکست میخوره و میره، عبدالرحمن دخواه. عبدالرحمن خان شما تاریخش رو بخوانید که ملا مشکالم انشته کرده که این ملا مشکالم نیست، ملا موشالم است. ملا مشکالم میره که انگلیس بلک ها رو که مصرف کرده بودی رو بکشه، نتوانسته بود بکشه، نمیتوانستی به دستش برد. مگر وقتی که عبدالرحمن خان انگلیس در قدرت رسان، اولین کاری که عبدالرحمن خان کرد که دید که دیگه مردم که مردم عادی است، یعنی میر مسجدی، یعنی ملا مشکالم یا خود یک عمر جنگ کرد، یا خود مردم داره، یا خود مسلح است، این به آینده ما خطرناک است. حالا که من حالی دست انگلیس این قسم من دوام بتم، یا خود در برابر من مخالفت میکنم، پس چی باید بکنم؟ اول یا میگم چه رقم کلی ملا مشکالم مکن؟ بسیار ساده. او را تلبیس که بخید در مرکز، او فهمید که من در مرکز چی که برم، شاهی که برم مرا میکشم، من که برم مرا میکشم، خود نفر است که درست انگلیس در قدرت رسید. چه رقم ملای کلان شکست داد؟ مولویان را جمع کرد که شما فتوا کنید. تو مردم من پادشاه هستم، بله. اطاعت از امیر اسلام جایز است، بله. ملا مشکالم تمرد کرده، بله. اشته کنید فتوا که آدم تمرد است. قتلش واجب است. از نقطه نظر مسائل اسلام. اطاعت میکنی یا نمیکنی؟ اما بود که او شکاش تمام سرایی که در اقوام مختلف بود که برابر انگلیس جمع کرده بودن. شما تاریخ بخوانید، یکش عبدالرحمن خان به نام دین مذهب کشید. او به نام دین مذهب خست میشه شکست داد، پس به نام دین مذهب آمد همیاره ایگر کلیش. و اینجا همین مثال از این خاطر گفتم که از این بیخبری ملت مسلمان از اسلام بکن که این شاه ها و این حکومت ها چطور اسلام استعمال میکردن به نفع خود به نفع انگلیس و چطور میتونستن همه چیز بشه. و ملیت هایی را در بین دامن بزنن و هر رقم میتونه یا را به کشمکش